با نام خدای بخشنده مهربان. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور تشویش های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل تاجیکستان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشگی روشن بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروز ما سفر داشتیم به یکی از شهرهای کلانترین و پایتخت پرتغال، شهر لیسابون. چنانچه شما در تصویرهای خود می‌بینید، این میدان هوایی بین المللی لیسابون، شهر لیسابون پرتغال می باشد. دوستان عزیز، اصلا سفر ما به دیگر شهرها و دولت اروپایی بود و از طریق لیسابون پرتغال تیکت طیاره ما بود. به همین خاطر ما در این شهر یا که در این دولت پرتغال حدود 10 ساعت وقت داشتیم تا سوارات دیگه بیاد ما پرواز کنیم بریم به دیگر طرف کشورهای اروپایی. به همین خاطر ما از فرصت استفاده برده 10 ساعتی که در شهر لیسابون وقت داشتیم، چند ساعتش را مثلا جدا کردیم برای تماشا و برای ثبت کردن نوار برنامه ها و بریم با هم ببینیم دوستان عزیز چی به نواری و چی چیزی بهر شما ما آماده کرده توانستیم. دیگه بریم با هم یک جای تماشا کنیم. با نام خدای یاد سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه و امروز ما فعلا قرار داریم در ایرپورت شهر تولوز. ما سفر داریم بر لیسابون پرتغال و ما فعلا قرار داریم در مغازین دوتی فری و میریم طرفی سمت پرواز. دوستان عزیز، چیزایی که مثلا اجازه هست منور میکشیم و بهرش ما پیشکش کنیم که همراه ما را تا آخر برنامه بیننده باشین و گفتن نماند به یوتیوب ما سر بزنید و یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود بفرستید. شما رو به خدا پاک و منان می‌سپارم. فعلا خداحافظ. دعاگو باشه که سفر ما خوب به انجام بیاد و بریم طرف دیگه دولت‌ها و شهرها که بهر شما نوارهای جدید داشته باشه. دیگه با امان خدا باشین. فعلا شما رو به خدا پاک و منان می‌سپارم تا برنامه‌های بعدی. خداحافظ. دوستان، ما هم قرار داریم در سمت جای پرواز کردن. ولی شماره منور اومده است. دیگه میریم که چندین مغازه از اینجا، مغازه های کمانده تولوز و چند دوتی فری دیگه و میریم با ما باشید دوستان عزیز. میریم به نوار میگیریم بهر شما هر چی که شد بازم در خدمت هستیم. دوستان عزیز، هنوز ما در میدان هوایی تولوز قرار داریم و میریم طرفی زون پلیوت که بینیم تا کجا را ما موفق میشیم که به نوار بگیریم. بیام میدان هوایی تولوز. دوستان عزیز، پس از که ما رگیستر پلیوت ما سر شد، این سمالات تا پرتغال ایر پرتغال، این سمالات ما هست. نصیب باشد در این سمالات میپریم بریم طرف لیسابون. اینا رگیستر همون فوتی 26 پلتفرم 26 نمشید. دوستان ما هم وارد شدیم انشالله. اخیران جای چیش است دیگه میریم در این کلیدار سمالات سوار میشیم میپریم میریم. دوستان عزیز، ما در تولوز بلانیاک هستیم در میدان هوایی. این هم طیاره ما خوردکک است، طیاره کلان است و به حساب بینندگی طیاره میریم طرف پرتغال. دعاگو باشین دوستان. دوستان عزیز، ما در داخل طیاره هستیم. چون که میبینید سواردس یا همسفر ما نقشه های به حساب بی خطری را برای ما نشان داده شده است و انشاءالله ما حرکت میکنیم چند لحظه بعد
پرواز میکنیم به طرف سمت لیسابون پرتغالیا. سینما مجموعه حرکت کردیم. Mais uma vez, muito boa tarde, senhores passageiros. Está a ver Portugal Membro da Starline. Seguimos que fez mochilas de segurança, prendem as costas da cadeira, recolham mesa e abram cortina da janela. Lamentamos o transtorno causado por este atraso. We apologize for this delay. We'll do our best to recover it. Está a ver Portugal Membro Express. Wish an excellent flight. Thank you. چنانچه دوستان گفتیم ما فعلا قرار داریم در میدان هوایی بین‌المللی تولوز بلانیاک در فرانسه و چند لحظه دیگر انشاءالله پرواز میکنیم به طرف پرتغالیا. این هم دوستان طیاره ما حرکت کرده ایستاده است در حالت آماده باش و میره به خط پرواز. دوستان عزیز نگفته نماند میدان هوایی بلانیاک شهر تولوز ششمین کلانترین میدان هوایی فرانسه به حساب می رود، چون از اینجا خیلی پروازهای بین المللی انجام داده می شود و در حدود 30 دقیقه ما اینجا منتظر بودیم تقریبا 26-27 طیاره به زمین نشست و چند تا دیگه پرواز کرد. این میدان هوایی بلانیاک از مرکز شهر تولوز در 8 کیلومتری تقریبا 8-10 کیلومتری دورتر از مرکز قرار دارد و در یکی از ناحیه‌های اطراف شهر تولوز. میدان هوایی بلانیاک تولوز خیلی کلان است و در پهلوی این یکی از شرکت‌های با نفوذ طیاره‌سازی دنیا ایروبوس نیز واقع شده است و شرکت ایروبوس چندین طیاره‌های خود را محض در همین میدان هوایی آزمایش می‌دهد. دوستان عزیز تاریخ این میدان هوایی به ماه اپریل سال 1978 میلادی راست می آید و محوطه یا میدان در حدود 780 هکتار زمین واقع شده است. در سال 2011 میلادی محض از این میدان هوایی تقریبا 7 میلیون مسافران استفاده بردند. این چنانچه گفتیم ششمین میدان هوایی در فرانسه و 58م میدان هوایی در تمام اروپا می باشد. در سال 2017 میلادی باشد تقریبا 34-35 شرکت های با نفوذ دنیا از این میدان هوایی استفاده بردند و مسافران خود را به تمام نقاط دنیا انتقال دادند، از جمله شرکت های العربیه، ایر فرانس، بریتیش ایرویز، جرمنیا، ایبرا اکسپرس، جت دو، کلیم، تا پرتغال، ترکیش ایرلاینز و ویالیتا و دیگر شرکت های با نفوذ دنیا. اینک دوستان سفری ما هم از طریق طیاره انشاءالله جریان دارد و دعاگو باشه که سفری ما به خطر انجام بیابد و چنانچه میدونید دوستان عزیز ما از طریق طیاره میریم به طرف شهر لیسابون پرتغالیا که پایتخت پرتغال نیز می باشد. دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در حریم هوایی فرانسه. این هم عکس یا نوار از بلندی از داخل طیاره و ببینید دوستان عزیز چه یک خداوند برای ما و شما چه یک زمین آسمانی آفریده است، خیلی زیبا و دیدنی و جالب. دوستان عزیز تا آخری برنامه بیننده ما باشید و خیلی نوارهای جالب و دیدنی از پیش است و بریم با هم تماشا کنیم چند لحظه و نوار از بالا.
دوستان عزیز، رسیدیم به حریم هوایی پرتغالیا. چنانچه میدونید پرتغالیا یک دولت جنوبی اروپا در نیم جزیره پرینئی هم مرز با اسپانیا جایگیر شده است. جایگیر شوی کشور در ساحل اتلانتیک به فرهنگ آن تاثیر رسانده است. جای معمولترین در بین سیاحان ساحل‌های منطقه الغربی می باشد. قسم اساسی بناهای معماری به دوره‌های عصرهای 16 و 19 راست می‌آید که پرتغال دولت بزرگی بحری بود. پایتخت پرتغال شهر لیسابون می باشد. جمعیت یا اهالی پرتغال به 10,347,892 نفر برابر است. دوستان عزیز، خود پیداشوی پرتغال به 26 ایولی سال 1139 میلادی برابر شده است و تاریخی به استقلالت به دست آوردن 1 دکمبر 1640 میلادی می باشد که از اسپانیا استقلالت خود را به دست آورد. زبان اصلی دولتی پرتغالی می باشد. دوستان، ما آهسته آهسته نزدیک میشیم به میدان هوایی بین‌المللی لیسابون، شهر لیسابون پرتغالیا و چنانچه میبینید در نماره‌های خود چندین محله ها و دهات های اطراف لیسابون را، این هم از طرف بلندی ها که از درون طیاره ما اینها را به نوار گرفتیم. ببینید ساحل بحری اتلانتیک و این هم قشلاق و محله ها و شهرهای پرتغالیا. دوستان، یک چیز دیگر به مورد است که قید کنیم، از بلندی خیلی شهر لیسابون زیبا و دیدنی می باشد، خیلی و کلان هم هست. اما خاطر شما این نوارها را مشاهده کنید، این نوارها همه از بلندی یا از داخل طیاره. دوستان، میخوام درباره خودی فرودگاه بین‌المللی لیسابون با شما چند صحبتی داشته باشم. فرودگاه بین‌المللی لیسابون با نام هومبرتو دلگادو نامگذاری شده است و در قسم شمالی شهر لیسابون و بزرگترین فرودگاه بین‌المللی پرتغالیا به حساب می رود. فرودگاه به شرکت دولتی آنا تعلق داشته است. از 15 اکتبر سال 1942 میلادی فعالیت دارد و دارای دو خطی پروازی درازی 3085 متر و 2400 متری می باشد و پهنایی هر کدام این خطها 45 متری است. آن دارای دو ترمینال دولتی و یک ترمینال نظامی می باشد که با نام فیگو مادورا معروف تر است. جایهای زیبا و دیدنی و توریستی خیلی زیاد است در شهر لیسابون. چنانچه میبینید شهر لیسابون خیلی زیبا و تمیز و سرسبز می باشد. این هم یکی از ستون‌های با نفوذ شهر لیسابون و ما نزدیک میشیم به میدان هوایی. ببینید دوستان چقدر شهر زیبا هم است. و دوستان بریم چند لحظه میدان هوایی لیسابون را با هم تماشا کنیم.
دوستان عزیز ما در شهر لیسابون فرا آمدیم و نصیب باشه میریم بیرون ایرپورت ببینیم در ایرپورت در شهر چقدر هست. بریم یک تماشا کنیم و اونجای خوب شه به نوار بگیریم. این هم لحظه هایی که ما از داخل میدان هوایی میریم به طرف بیرون و انا گفتن همانند میدان هوایی لیسابون خیلی کلان و بزرگ هم هست. دوستان عزیز این هم ایرپورت لیسابون شهر لیسابون پرتغالیا. اینجا استایکا رجیستراسیا این طرف دوتی فری مغازینا مغازه های چند نمون مغازه و بریم دوستان ما طرف شهر در شهر چی نگذره و کجا را ما میتونیم که منوار بکشیم. دوستان ما این شهری لیسابون رسیدیم و میریم طرفی شهر. یه مردمه که دیگه طرف آمدن پیش بازگیری آمدن. دوستان عزیز این هم ایرپورتی شهر لیسابون چقدر کلام بوده ایره بینیم. سلام دوستان عزیز، ما این روز رسیدیم به شهر لیسابون پرتغالیا. ما فعلا قرار دارم در میدان هوایی یا که ایرپورتی شهر لیسابون و انشالله میرم طرف شهر طرف مرکز که ببینیم چه چیزای خوب و دیدنی ما پیدا میکنیم که به شما به نوار بکشیم و شما یک دفعه ما رو ببینید در کجا قرار داریم. یک دفعه رو ببینید. هم شهری لیسابونی پرتغالیا. خب دوستان که ما رو همراه باشین در شبکه یوتیوب سر بزنین، شبکه ما رو سابسکرایب کنین و کانال ما ابونه کنید و با دوستان خود بفرستید و زنگوله دائمی رو برای همیشه روشن بسازید تا که بیننده برنامه آینده ما نیز گردید. خب دوستان بریم دیگه. چنانچه میدونید شهر لیسابون در لب بحر است، اون طرف بحر است. ما وقتی که آمدیم از بالای بحر وارد شهر شدیم، وارد ایرپورت و میریم نصیب باشه طرف ایرپورت طرف مرکز شهر. اینجا مترو بوده.